سلام. مهمانی امروزه برنامه ما فرشته نگاه، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد است و صحبت هم درباره کنفرانسی که به امنیت خبرنگاران زن در افغانستان بخشیده شده است و طی 3 روز در شهر کابل ادامه می کند. فرشته، به برنامه ما خوش آمدید. و نخست راجع به این کنفرانس می گفتیم. خب، وزارت امور زنای افغانستان یک نشست 3 روزه را اینا تشکیل دادن که این نشست تحت عنوان اهمیت گذاشتن به حقوق زنها و تامین تساوی جنسیتی در رسانه هاست و این نشست که است در این کوشش میشه که یک قطعنامه ای را در پایان از این نشست به رئیس جمهور جدید افغانستان محمد اشرف غنی اینا پیش کنند که در او از خواسته میشه تا زنها هم از حقوق تساوی در رسانه ها برخوردار باشند. و در این کنفرانس راجع به حقوق خبرنگاران زن در افغانستان گفته شده. مشکلات اساسی خبرنگاران زن در افغانستان کدام ها هستند؟ خب، اگر 13 سال گذشته را در نظر بگیریم، زنای افغان تانستند که حضور بسیار پررنگ در رسانه های افغانستان داشته باشند، مگر با آن هم چالش هایی است که تا هنوز متوجه زنای افغان است. از او ما میتونیم تهدید مخالفین مسلح دولت بگیریم، خشونت ها را ببینیم که علیه از اینا است و یا ای که حتی تهدید اجتماعی از سوی خانواده ها، از سوی اقارب، از سوی خود اجتماع افغانستان که هنوز هم آماده از این نیستند که زنها حضور در رسانه ها داشته باشند. مگر با تمام این چالش هایی که هست، زنها تانستند که حضور خود در رسانه ها بیافن. زنایی هست که بسیار مطرح هستند، امروز گپشون شنیده میشه، تحلیل های خوب میکنن، برنامه های خوب دیدنی دارن. تهدید، اگر ما از تهدیدها صحبت کنیم، اول همی که مخالفین مسلح که در 5 سال رژیم طالبان اینا مانع رفتن زنها به مکاتب و مدارس شده بودن، پس بر از اونا هیچ وقت جای قبول نخواد بود، مورد پذیرش نخواد بود که زنها در پرده های تلویزیون بیان صحبت کنن، به خصوص از حقوق خود، یا ای که در روزنامه ها بنویسن، یا ای که آواز زنهای دیگری شوند که اونا به گوش مردم برسانن آواز از اینا را. پس در اینجا مخالفین حتما با تهدید، حتی با تهدید مرگ، با لطکوب، با شکنجه فامیل، با شکنجه خودشان همینا رو بروستن. از طرف دیگر زنها نه تنها اگر ما از روستاها بیرون برایم، در خود شهرهای بزرگ، در خود مرکز، در کابل، در پایتخت افغانستان نیز با ممانعت ها از سوی خانواده ها رو بروستن. اگر خود خانواده اجازه میده، اقارب اونا را به چشم حقارت میبینن، به چشم خوب نمیبینن که زنها حضور داشته باشند در رسانه ها و رسانه ها را فعلا اونا جای نمیبینن که دو زنها از خود بگوین. و به فکر شما حکومت نوی افغانستان چه کار باید بکنه تا مشکلات خبرنگاران زن در افغانستان کمتر شود حداقل؟ خب، به نظر من حکومت جدید افغانستان به رهبری اشرف غنی این میتونه که در کل در بخش آزادی بیان کارهای زیاد است که باید صورت بگیره و این را انجام بده، به خصوص در بخش زنها. اول همی که زنها باید حضورشان پررنگتر از امروز باشه. در 10 سال گذشته یا در 13 سال گذشته حکومت پیشین حامد کرزی زنها به شکل نادیده گرفته شده بودند، به شکل اونا را فکر میکنم که قابل از این زیادتر ندیدن که اونا بتانن به سطح جهانی مطرح باشن. اگر امروز در افغانستان بیش از 50-60 کانال تلویزیونی، هر تلویزیونی که ببینین برنامه های مطرح پیش مرداست و زنا با وجود از اینکه میتونن، قابلیتش دارن، تواناییش دارن، و بر از اونا برنامه های عمده تلویزیون داده نمیشه، برنامه های گزارشی داده نمیشه. پس حکومت وعده های کرده در قسمت تامین حقوق زنها و همچنان تساوی از این زنها در رسانه های افغانستان و کارهایی است که باید صورت بگیره. اول همی تابو شکنی باید صورت بگیره که زنها قابلیت از این دارند که آواز مردم بلند کنند. به نظر من وقتی که
سطح آگاهی مردم بلند بره که یک زن توانایی از این داره که در رسانه ها مثل مردا امگام از اونا حضور بیفته. پس خانواده ها به این وادار میشن، به این راضی میشن که خانمای خودان تشویق کنن و همچنان مخالفین یا تهدیدایی که اینا هسته آیسته آیسته کاهش میابه. خب تشکر. فرشته نگاه، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد با ما صحبت میکرد. تشکر. تشکر.